3070 بهتره یا 4060؟ اول باید بپرسیم که برای چه کاری. توی بازی اگر بخوایم در نظر بگیریم گیمی که انجام میدیم DLSS رو ساپورت نمیکنه، چون DLSS یه جورایی میشه گفت چیت محسوب میشه برای FPS. عملا اختلافشون خیلی بستگی به بازیه داره، چون توی یه سری بازی‌ها ممکنه 2-3 FPS 4060 بهتر باشه، 2-3 FPS 3070 بهتر باشه. کارت گرافیک های سری 4000 DLSS 3 رو دارن که با DLSS 3 FPS خیلی بیشتری رو میتونید بگیرید. از طرف یه اتفاق جالبی که توی بررسی هامون افتاد این بود که کارت گرافیک 4060 هم دمای کمتری رو داشت و هم مصرف برق کمتری رو داشت. حالا اگه بخوایم از نظر تایم رندر با هم دیگه مقایسهشون کنیم، توی بلندر نزدیک 3% 3070 سریعتر بوده. از لحاظ قیمتی 4060 ارزونتر از 3070. پس در نتیجه اگر گیمر هستید قطعاً 4060 گزینه خیلی بهتریه. تو 4060 رو میگیری یا 3070؟